Every morning rise, hustle on my mind. In the game of life, I'm on my grind. From the break of dawn to the dead of night. Chasing dreams, gotta keep it tight. In the city. سلام، امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه. حال ببخشید. سلام دوستان عزیز، شب روزگارتون خوش. خداحافظ. شروع شد تا بریم. خب شیوا، امروز برام چی داریم؟ امروز اومدیم در مورد مشاغلی صحبت کنیم که یا عجیبن یا اینکه کمتر شناخته شدن. بفرمایید. بله، میریم سراغ اولین شغل. میدونستی که یه شغل وجود داره به اسم تستر غذای حیوانات. یعنی آدم‌ها استخدام میشن برای اینکه غذای حیوانات رو تست کنن. این چی؟ یعنی که غذایی که شما میدی به حیونا، یه آدمی وجود داره که استخدامش میکنن، میاد غذا رو تست میکنه که اون غذا حالا هم سالم باشه هم مقوی باشه و اینا. واسه لازم. هم مثلا غذای سگ میدیم، یه انسان قبلش تستش کرده. بله. و خب چون که ذائقه انسان و حیوان هم یکی نیست، باید اون فردی که استخدام میشه خیلی ویژگی‌های خاصی داشته باشه و بتونه اینو تشخیص بده. یعنی مثلا ژن سگی یا داشته. بابا الان یه انسان غذا خشک گربه رو خرخش با دندونش بهش کنه، کجا میفهم گربه هم حال میکنه؟ خب دیگه شناخت داره از حیوانی که میخواد غذاشو تولید کنه. شاید مثلا تو زندگی قبلیش مثلا یارو کرکس بوده. مثلا غذای کرکس داریم یعنی غذای پرندگان نمیشه مگه؟ درآمد خوبی به نظرم باید داشته باشی شغل. یعنی اگه بیان به من این شغل پیشنهاد بدن، قیمت کمی نمیذارم رو حقوقم. قبول میکنی که تستر غذای حیوان باشی؟ نه. چرا؟ چرا پول خیلی زیاد باشه چرا؟ اگه پول خیلی زیاد بدن چرا؟ بسیده چقدر پول بدن؟ مثلا اگه ماهیان رو 130 میلیون بدن شاید ها. مثلا چند تا حیوان خودم جداگونه. آره مثلا چند تا حیوان. این غذاشون خیلی پروتئین داره. یعنی پروتئین سگ نمیخوام داشته باشه. بعدی شنونده شکایت ها هستش. یعنی چی؟ یعنی شرکت ها یا آدمی رو استخدام میکنن که بیاد به شکایت های اون افرادی که از اون شرکت چه جمله بندی افرادی که از یه شرکت شکایت دارن زنگ میزنن به اون پشتیبانیه فقط کارش اینه که به این شکایت هایی که دریافت میکنن گوش بده و همدردی کنه باشون و تلاش کنه که اونا رو آروم کنه. من میتونم برم توی شرکت ثبت نام کنم؟ مثلا دعوات میشه باشه. نه بابا، من بیارم میگم با اشکال نداره. من مثلا تو ایران خورد طوری واقعا موتور 200 چیز میشه سمن بابا اسم میدونم پد شده مثلا اشکال نداره. موتور نداره 200 چیز خیلی طوری حوزش تنت سالمه. این فکر کنم حقوق ملوی داره. اون کلیپه بود با یه چی در میاد چی میگم همیشه دایی در میاد دایی باید دو تق در میاد. درست میشه دایی خداش خودش سالم بنده قبول داری؟ ها به خدا. بریم شغل بعد. تحلیلگر بوی بدن. یعنی چی؟ یه افرادی استخدام میشن برای اینکه بوی بدن رو ارزیابی کنن برای محصولات آرایشی بهداشتی. مثلا باید به این اطمینان برسن که مثلا این محصولی که الان تولید میشه یه محصول مطلوبیه نهایتا. بوی یعنی مردم بو میکنن؟ آره، زیر بغل مثلا آدم رو بو میکنن که ببین این فکر کنم درآمدش از غذا سگو بیشتره. اما غذا اون بعد تو میبری بو کنی مثلا زیر بغل بو کن. آره این بوی مرده مثلا سگ میده. برای این مثلا 500 دوزش مثلا بیشتر کنین انا مثلا خیلی شغل چندشیه. نه این پولش خیلی باز زیاده 4 کنم مثلا دستمزد سگارو. آره مثلا ترجیح میدم تستر غذای حیونا باشم تا اینکه حیوان هنو غذاشه. این با بوی گوی انسان رو چه می‌دونم تحلیل تا مثلا قطعا یارو میگه مثلا بوی مثلا درصد کشتگی مثلا در جمع توسط بو مثلا. بعدی مجری مراسم تدفین حیوانات خانگی. میگه حیوان خانگی تدفین میشن. آره اتفاقا تو ایران نیست دیگه، این مال جهانه دیگه. اتفاقا تو ایران هم چیزی اتفاق نمیفته، ولی یه سری افراد هستند که مراسمای این سگه توی تابوت چه پارسی که آخ میشاشی دوشه فرچه ها. این تو چیزیه؟ آره حالا به این شدت ایرانی نه، ولی خب یه چیز باشکوه برشون میگن. یاد بود برشون میگیرم. به نظر من کسی که برای حیوان خونگیش مراسم تدفین میگیره نمیدونه پول لعنتیش چیکار بکنی که داری کار میکنه.
قبول داری؟ آبه این بچه شونه دیگه بچه‌شون یعنی کشته این شغل جذابی بود دلم این خیلی شغل جذاب من حاضر بودم آره بابا مثلا گلارایی کنی یا مثلا خورما گردو بذاری لاش مثلا برای طول سگید حرومزاده یا یاری بخشید ما ایرانی هستیم خصلت خودمون توهین میکنیم پول دارم اونم تلاش کردن دیگه برخه خودشون نه باباشون نه ارثی پدر بزرگاشون مثلا بعدی به نظر میکاره تحقیرآمیزی ها نظر منه نمیخوام توهین کنم چیه؟ جمع کننده توپ گلف زیر آب یعنی مثلا توپ گلف میره توی رودخونه و مثلا این مردابا اینا این بنده خدا میرن جمع میکنن خب بهت میفروشنشون یعنی مثلا هم فروختنش پول در میارم نه کارش مثلا خب اون توپا رو یه جا اجاره میکنن دیگه و توپا رو بنده مثلا خدا یارو مولتی میلیاردر میخواد عصر با کشتی تفریش دور دنیا رو بچرخه 4 تا توپ انداخت تو دریاچه آره تو بیزرون ما ببر جمع کن توپامون پول میگیره دیگه حتما راست میگی وقتی اون میلیاردره توپا رو گم کرده خیلی هم پول خب بر تو بخره گو طبیعتش خراب میکنه شاید برای این میره جمع میکنه یعنی تو بر توپ بخره خب نه مثلا خب بعضی آدمایی که میان گلف بازی میکنن توپ مخصوص خودشونو دارن دیگه یعنی توپ خودشونه شاید مثلا پول میده یارو اینقدر پول داره اینقدر هیچ اطلاعاتی راجع به گلف نداره من از این ندیدم نمیفهمم دیگه ببین توپ گلد گلف هم افتاده تو دریاچه برو برش داره توپی که 500 سال پیش از نوه بابا بزرگم به ارسیده الان افتاده تو چین چین چیه بابا بعدی خیلی جالبه که برای من که مثلا آدم وسواسی هستم توی تمیزی و اینا خیلی شغل جالبیه بذار عزیزم سخت میزنم نه بگو عاشق سخت ویدیو اینستاگرامش خیلی خوب نه پیدا کننده وسایل گم شده حالا انگلیسیش از پروفشنال اورگانایزر خب آدمایی که میان مثلا یکی دیدی آدمایی که خیلی وسیله جمع میکنن مثلا اصولا مال این چیزاست آدمایی که مرضی داری که وسیله جمع نمی‌کنن اینا که مثلا یه چیزی گم میکنن اینا حالا کارشون یا میان اونو پیدا میکنن هم کارشون اینه که میان نظم میدن و این چیزا باحال این من از دوست دارم آره ولی کار سختیه باحال و خیلی باحاله ببین یکی اینا رو تو استخدام کن بیای زیر زمین خونه ما فقط وسیله‌ای که بابام توی 40 سال گذشته جمع کرده منظم من بهش مدال میدم نه حاضرم کنم یه چیزای بابا نگه میدارم مثلا شیرفلکی گاز مثلا روستای فلانجا هیچ وقت قرار نیست شیرفلکی استفاده شه بیرون نباید آن چیزی که به کاره روزی بخاره این شغل جذابی بود این شغل جذاب تو ایران هم باید باشی نه نمیدونم اطلاعاتی در این مورد ندارم این فکر کنم مدرک دانشگاهی هست بخواد بدون چطوری نظم بده بیان بسی نمیدونم اینو نمیدونم شغل بعدی تشخیص دهنده جنسیت جوجه ها چطوری؟ ببین تو مزارع میان یک افرادی رو استخدام میکنن حالا نمیدونم که پزشکن یا نه و احتمال پزشک نیستن میان افرادی استخدام میکنن که جنسیت جوجه ها رو تشخیص بده که مرغ یا خروسه؟ که نر یا ماده است که حالا مثلا ماده رو بفرستن یه شغل خب این نر رو بفرستن نگاه میکنن یه کلکی داره شاید یک کلکی داره نگاه میکنه دیگه همون اسکاری رو یعنی نگاه اینطوری میکنه خودی تشخیص نمیخواد خودشو باید نگاه بابا یعنی قطعا به نظرم اونی که خودش داره جوجه رو تولید میکنه یا کارش اینه میاد بفهمیم دیگه خب خیلی جوجه است دیگه راست میگی خب بعد برای این همه جوجه که خود صاحب مزرعه نمیتونم چیکار کنه یه نفر استخدام میکنه صاحب مزرعه شده گلف بازی میکنه پول داره میدی که بر توپا گلف بزنه میگه تو حواله بشی جای نرم دار جدا کن خروسه اگه خروسیس بخوریش بعدی شو بعدی جالبه من ویدیوهای یوتیوب و اینستاگرامش نگاه میکردم من نمی‌دونم شغل دیگه که واقعا آدمو به طور خاصی شغل دادن نمیدونم فارسیش چیه واقعا نمیدونم فارسیش چی میشه آدما میان یه جاهایی که زنبور اومده لونه کرده مثلا یه جای نامناسب زنبور از زنبور میترس خب زنبور یه جایی که لونه کرده
توی ساختمون، توی خونه مثلا میرم یه جایی که کندوشو مناسب میکنم. نیست. آره اون افراد میان حالا خیلی ایمن و محافظت شده کندوی اون از زنبور اصلو میان مثلا محافظت شده برمیدن میبرن مثلا یه جای این فکر کنم این کار اینجا تو آتش نشانی انجام میده نه؟ آتش نشانی راستی میگم مثلا هر حیوان تو خونت باشه میگیره دیگه. تا حالا کسی گرفته شما واقعا مثلا کسی اون گربت خون بگیره بالای درخت بوده گربه که مثلا بیان گربه جاش بالا درخته نه بچه کوچولو گی کرد جالب مثلا آقا من یه کندوی تو اتاق من نه دو 16 دست بکنه ببینش مثلا هامایی جزیره مامایی این هم شغل جالبی بود. آره شغلی که من دوست دارم تمام زندگیم اون شغل داشته باشم و شغل بعدی بیکاری و خوابی. تستر تخت خواب عجب عالیه. تست کنی که تخت خواب مثلا خوب یا نه باید بخوابی بخوابی یا یعنی بنظر آقا مثلا چند ساعت کامل بخوابی شب شد قشنگ بفهمی مناسبه یا نه. خیلی خوبه خیلی شغل خواب پلو شدم حالا نکردم تخت عوض کنم چه خوبه. من نمی‌دونم این شغله خیلی شغل جالب و جذابیه بنظرم. یعنی اطمینان حاصل میکنه او یارو اگه بگی تخت خواب خوبه اینا میتونن تولید کنه. بله دیگه جالب. خیلی شغل راحت و خوبیه. خیلی ولی سخته. چرا سخته؟ یه ذره اگه اشتباه کنی فوش خار مادر پشت شکتویی دیگه. یعنی یارو اگه شب مثلا یک کمالات حالت غیر عادیش بخوابه و حال کنه صبح بیدارش بی تخت عالی بود. ولی تخت عالی نمیشه حال خود یارو دیشب خیلی خوب بود. بس فقط برای خواب یعنی تستش میکنه. بله دیگه تخت خواب. آخرین شغل عجیب یا حالا کمتر شناخته شده خب جالبه. بذار حدسش بزن. بگو. راجع به مثلا ورزشه. نه ببین یادته مثلا قبلا شاید مثلا 10-15 سال پیش میرفتیم توی گوگل سرچ میکردیم که مثلا پیام عاشقانه یا مثلا جوک بامزه اینا میدونستیم که این یه شغله و آدمایی هستن که نویسنده این تکست ها هستن. جالب. مال زمان SMS و اینا هنوز هم تو میدونی دیگه آدم یعنی یه فهم میشینه مینویسه SMS مثلا تبریک اینا یه شغله که به عنوان نویسنده مثلا تکست عاشقانه یا تکست تبریک. جالب. یعنی مثلا یه وقتایی اون تکستایی که بعضیا به عشقاشون یا دوست دختراشون مثلا میفرستادن یه نویسنده‌ای نوشته دیگه قاعدتا این نویسنده نشده. من فکر می‌کنم که دلیه دیگه مثلا من گوشی‌بند مثلا از ما قشنگ‌تر که تویی می‌کنم مثلا براتون میفرستش بعد سوال می‌کنی میفرستش به یکی. جالب بود. من نمی‌دونم یعنی اون فکر کنم سایتی که مثلا این شعرهای عاشقانه میذاره یه پولی میده به اون نویسنده درسته؟ احتمالاً مثلا یکی مینویسه و سایت میاد ازش میخره دیگه. یا مثلا میره میفروشه به سایت دیگه. جالب. این فکر میکنم دارم داشته باشه. یه کتاب هم الان هست که اومده کتابایی هم هست که بیاد تکست آیفون یعنی خیلی وقته که اومده ولی الان دیدم انگلیسی‌هاش هم تو ایران دارن میفروشن. یعنی خارجی هم باید از پایدارن. بله. پایبندن. آره این جهانی بود اینایی من گفتم. دیگه با قطعا مراسم تدفین تو ایران چیز رسوم نیست. بله. واقعا عجیب بود. الان تو بودی از بین این شغلا کدوم انتخاب می‌کردی؟ از بین این شغلا تخت خواب خیلی خوبه. من پیدا کننده اون وسایل گم شده و نزد دهنده رو انتخاب می‌کردم. میخوای مغز خودت منفجر کنی. خیلی حال میده. تو همین جوریش یه آهنگی اسمش یادت نمیاد مغزت بخواد منفجر شه بعد فکر بریم مثلا توی انبار پر وسیله چرت یارو بگه من یه پیچ 2 سو داشتم میشه گمش کردم ببین تمیز کردنش خیلی حال میده دیگه. مرتب کردنش حس خوبی بهت میده. خیلی حس خوبی میده. بعد بخوای همه رو مرتب کنی واقعا آدم بیچاره میشه تا این کار انجام بده ولی خیلی حال میده. ولی برای کسایی که مثلا OCD دارن فکر کنم چیز عذاب آوره. آره. و دیدین که اکثر وقتا می بیماریه تو ایران با کلاس دیگه. آره. OCD دارن. بابر بیمار تموم شد. خب دوستان عزیز شما ببینید 10 تا شغل که ما معرفی کردیم شیوا امروز شب به من هم معرفی کرد کدومشون میدونستین قبلا وجود داره یعنی که پول میگیری کار انجام بده. حقیقتا من فکر نمی‌کنم یکی پول بگیریش تکس عاشقانه نیست. جدی میگم فکر می‌کنم اینا رو هر کی همینجوری نوشته دست چرخیدن. روز اول فکر می‌کنم که پول داده باشه ولی شما کدومش فکر نمی‌کنی وجود داشته باشه؟ من جمع کننده توپ گلفو. من اصلا نمیدونم توپ گلف چه شکلیه.
این شکلی. خب دوستان عزیز ویدیو امروزمون هم تموم شد. 2 تا از کامنت های ویدیو آخرمون که نقاشی کشیدیم میخوام بخونم. بله. یه دوستان نوشته محمد خیلی سعی کردم به تو امتیاز بدم ولی هر کاری کردم نشد. شیوا برنده بود ولی جمله آخرت لایک داشت. اثر هنری من. مرسی. البته یکی دیگه دوستان و من لطف داشته توی ویدیو آخر گفته گورخر، باب اسفنجی و جزیره رو آقاه بهتر کشید. آقاه منظورش من. باب اسفنجی رو قبول نمی‌کنم. ببین یه باب اسفنجی تو دنیای مجازی دیگه موازی دیگه بود. باب اسفنجی رو قبول نمی‌کنم. شما برید ویدیو قبلی ببینید ببینید کیو قبول می‌کنه. دوستان عزیز ممنون میشم یک ویدیو رو 1% هم دوست داشتین یه لایک ریز بزنین و یک کامنت هم بذارین. چون کامنت نمیذارم میپره لایکاشون. ما میفهمیم شما لایک میکنی اما یوتیوب میپره لایکاتون. و یک کامنت برید. و اگه کانالمون سابسکرایب ندارین همین الان دکمه سابسکرایب کلیکشو بزنید. تا ویدیوی دیگر خداحافظ. خداحافظ. Every morning rise, hustle on my mind. In the game of life, I'm on my grind. From the break of dawn to the dead of night, chasing dreams, gotta keep it tight. In the city lights, where the shadows play, I'm working hard, no time to sway. With my head held high in my